بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه گذشته بیان کردیم که با چه کارهایی انسان جنب می شود و باید غسل انجام بدهد. در برنامه امروز کارهایی رو خدمت شما عرض می کنم که حتما برای انجام آنها انسان باید غسل بکند، یا به تعبیر دیگر کارهایی که بدون غسل و در حال جنابت انجام دادنشون حرام هست. انسان نمیتواند که این کارها رو در حال جنابت انجام بدهد. کسی که دچار حدث اکبر شده، یعنی در حالت جنابت هست، از نظر شرعی نمیتواند یک سری کارها رو انجام بدهد که این کارها عبارتند از این: یک، هر موردی که برای انجام آن نیاز به وضو هست. کارهایی که بدون وضو نمی شود انجام داد، این کارها را در حالت جنابت هم نمی شود انجام داد. هر کاری که برای انجام آن باید انسان وضو داشته باشد، انجام دادنش در حال جنابت هم حرام هست و جایز نیست. این کارها چه هستند؟ نماز خواندن. تفاوت ندارد که این نماز نفل باشد یا نماز فرض باشد یا نماز جنازه باشد یا سجده تلاوت باشد یا طواف به خانه کعبه باشد یا اینکه مس مصحف دست زدن به قرآن باشد. اینها کارهایی هست که در باب وضو خدمت شما عرض کردم که شخصی که وضو ندارد این کارها را نمیتواند انجام بدهد. دقیقاً همان کارهایی که بدون وضو انجام دادنشون جایز نیست، انجام دادن آن کارها در حالت جنابت هم جایز نیست و حرام هست. این مورد اول. اگر از شما سوال کردند که چه کارهایی را انسان نمیتواند در حالت جنابت انجام بدهد، یک، کارهایی که برای انجام آنها وضو لازم است، مانند نماز و بقیه مواردی که عرض کردم. اضافه بر این موارد برخی از کارهایی هستند که شخص جنوب نمیتواند آنها را انجام بدهد، مانند دخول مسجد، وارد شدن به مسجد. کسی که در حالت جنابت هست جایز نیست که وارد مسجد بشود. اما اگر یک جایی هست که مسجد نیست، فرض کنیم که مصلای عید هست، عیدگاه هست، جایی نیست که مردم همیشه در اونجا 5 وقت نماز بخونند و به عنوان مسجد معرفی نشده، اشکال ندارد. هم زن در حالت عادت ماهیانه میتواند که وارد بشود چون این جایی، یعنی در عیدگاه، و هم شخص جنوب میتواند که چون این جایی وارد بشود. اما اگر به صورت مسجد هست و جایی هست برای نماز خواندن، شخصی که در حالت جنابت باشد و همچنین زنی که در حالت عادت ماهیانه هست اجازه ندارد که وارد مسجد بشود. این مورد دوم. مورد سوم قرائت قرآن هست. قرائت قرآن. قبلا عرض کردیم که برای شخصی که وضو ندارد قرائت قرآن جایز است، به شرطی که به قرآن دست نزند، مصحف رو دست نزند، جایز است. اما برای شخصی که در حالت جنابت هست و جنوب هست، حتی تلاوت قرآن از حفظ بدون دست زدن به قرآن هم جایز نیست. برای تلاوت قرآن یک شخص جنوب حتما باید غسل انجام بدهد. پس بنابراین اگر از شما سوال بشود که چه هنگامی بر یک شخص واجب هست که غسل بکند، شخصی که در حالت جنابت هست، چه زمان باید غسل بکند؟ جوابش این است که هر وقت خواسته باشد نماز بخواند، هر وقت خواسته باشد در نماز جنازه شرکت بکند، هر وقت خواسته باشد که سجده تلاوت انجام بدهد، هر وقت خواسته باشد قرآن رو دست بزند، هر وقت خواسته باشد وارد مسجد بشود، یا هر وقتی که قرآن رو تلاوت بکند. این مواردی هست که شخص در حالت جنابت نمیتواند انجام بدهد
و اگر میخواهد که این کارها را انجام بدهد حتما قبل از آن باید غسل بکند. الان یک مسئله دیگر، فردی که در حالت جنابت هست آیا میتواند که دعای قرآنی بخواند؟ بله، اشکالی ندارد. بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر یک آیه‌ای وجود داشته باشه که هست که معنی دعا دارد و شخصی که جنوب هست به نیت دعا میخواند نه به نیت تلاوت قرآن، مانند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این یک دعای قرآنی هست. فرد جنوب در حالت جنابت میتواند دعا بکند و این بخش آیه را که دعایی هست این را به نیت دعا در واقع بخواند. یا این که مثلا مواردی آیاتی که در قرآن کریم حمد و ثنا هستند، مثلا یک فردی در حالت جنابت هست میخواد که شکر و سپاس و ستایش الله متعال را به جا بیاورد، میگه الحمدلله رب العالمین. آیا مرتکب گناه شده؟ خیر، زیرا که این الحمدلله رب العالمین به عنوان حمد و ثنای الله متعال هست و به عنوان تلاوت در واقع این آیه را و بخشی از آیه را در واقع نخوانده. و امام کرخی که یکی از فقهای احناف هست میگوید که اگر یک فردی مانند زنی به طور مثال نیاز داشته باشد برای تلقین، برای این که حفظ خودش را مرور بکند، این قرآن را به اصطلاح یک کلمه یا دو کلمه بخواند به نیت تلاوت و به هم پیوسته تلاوت نکند. منتها برخی از ائمه احناف مانند امام طحاوی رحمت الله علیه نظرشون بر این است که اگر یک فردی یک بخشی از آیه را که یک بخشی از آیه باشد، آیات کوتاهی باشند یا یک آیه بزرگی هست که آیه بلندی هست، تمام این آیه را نمیخواند، یک بخشی از این آیه را ولو اینکه پیوسته بخواند، بنابر دیدگاه امام طحاوی رحمت الله علیه اشکالی ندارد. اما اصل این هست که فردی که در حالت جنابت هست، این جنابت در اختیار خود انسان هست، زود میتواند این رو مرتفع بکند، برود غسل بکند، مانعی برای غسل کردن در واقع وجود ندارد و بدون ضرورت انسان باید یعنی پرهیز بکند قرآن را، نه اینکه به صورت تلاوت قرآن باشه که به اتفاق جایز نیست، حتی ادعیه و دعاهایی را که قرآنی هستند سعی بکند که این موارد را در حال جنابت به اصطلاح تلفظ نکند. اما بنابر فقه حنفی اگر یک فردی به نیت دعا و نه به نیت تلاوت بخشی از آیاتی را که جز ادعیه هستند اگر اینها را تلفظ کرد و زمزمه کرد، از نظر شرعی اشکالی ندارد و گناهی مرتکب نشده. اینها مواردی هست و کارهایی هست که فرد جنوب در حالت جنابت نباید این کارها را انجام بدهد. و غیر از این غسل هایی که عرض کردم در برنامه قبلی از شما که غسل جنابت هست و برای این کارها باید انسان حتما غسل بکند، یک سری غسل های دیگری هستند که جز غسل های مستحب و مسنون هستند که انشاءالله در برنامه بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.